سلام، اینجا سبز اپلایه و بودن شما در اینجا به این معنیه که از مشاورت راضی بودی و الان داری به این فکر میکنی با سبز اپلای کار بکنی یا نکنی. منم دقیقا یه زمانی جای تو بودم، زمانی که میخواستم مهاجرت کنم و دنبال یک گروه، مؤسسه یا یک شخصی بودم که کارم رو بسپارم به اون و خودم تمرکزم رو بذارم روی زبانم، کارم و مسائل شخصی. حالا من تو این ویدیو بهت کامل توضیح میدم که چرا باید سبز اپلای رو انتخاب کنی و اصلا پروسه بستن قرارداد و ادامه مسیر چجوریه. تا آخر ویدیو همراه من باش. مرحله اول مرحله امضای قرارداده. یعنی چی؟ یعنی بعد از این پست یه نمونه قرارداد برای شما ارسال شده، شما مطالعه میکنید بند به بند، ماده به ماده و هر وقت مورد تاییدتون بود به ما اعلام میکنید. بعد از اون یک جلسه در دفتر تهران ست میشه اگر ساکن تهرانید. اگر شهرستان هستید میتونید قرارداد رو پرینت بگیرید، پست کنید برای ما و اگر قرارداد پریمیوم بستید با ما میایم شهر شما، دفتر شما، قرارداد در حضور خودتون و حضور ما امضا میکنیم و برمیگردیم. اگر در دفتر ما بیاید در حضور وکیل پایه که دادگستری قرارداد امضا میکنیم که هم ما هم شما خیالتون از قانونی بودن و درست بودن مواد راحت باشه. یک نکته طلایی، اگر با یک بندی در قرارداد مشکل دارید به ما بگید و ما در کمتر از 24 ساعت بازنویسی میکنیم و نسخه جدید قرارداد رو برای شما ارسال میکنیم. حالا قرارداد رو امضا کردم، بعدش چی میشه؟ تمام تاریخ ها و مراحلی که شما باید طی کنید تا به اون کشور مقصد برسید رو براتون آوردیم و این مسیر رو قراره با هم پیش بریم. بعد از اون یک چک لیست کامل از تمامی مدارکی که ما از سمت شما نیاز داریم رو بهتون میدیم تا شما ببرید، آماده کنید و برای ما بیارید که ما بتونیم اینا رو ترجمه کنیم و ازشون استفاده بکنیم. در کنار این ما شروع به نگارش CV و SOP تون میکنیم. CV رزومه و SOP که میشه انگیزه نامتون. اینها رو مینویسیم، آماده میکنیم، مدارکتون رو تحویل میگیریم و ترجمهشون میکنیم. مهر قوه قضاییه و وزارت امور خارجش رو هم میگیریم. به اینجا که برسیم تمامی مدارکمون آماده است. مرحله بعدی چی کار میکنیم؟ بعد از اون یه چک لیست کامل از تمامی مدارکی که نیاز داریم در پروسه اپلای و سفارت استفاده کنیم رو بهتون میدیم تا شما اینا رو آماده کنید، به ما تحویل بدید و ما بریم برای پروسه ترجمه و گرفتن مهر و امضای قوه قضاییه و وزارت امور خارجه. وقتی همه مدارکتون ترجمه شده، رزومتون رو نوشتیم، انگیزه نامتون هم نوشتیم، ریکامندیشناتون رو گفتیم چجوری بگیرید و همه چیز آماده است، حالا ما براتون پوزیشن های مناسبتون رو پیدا میکنیم. هر چی شانس دارید، آپشن دارید رو لیست میکنیم، در اختیارتون قرار میدیم با تمامی اطلاعات. شما بینشون انتخاب میکنید و دوباره ما همه رو سابمیت میکنیم. همه اپلیکیشن ها رو سابمیت میکنیم بدون محدودیت. 3 تا 4 تا نه، محدودیت نداره. بدون محدودیت اپلیکیشناتون رو سابمیت میکنیم و ادمیشنتون رو میگیریم. بعد از ادمیشن وقت سفارت میگیریم، ماک اینترویو برگزار میکنیم، آمادتون میکنیم، شما میرید سفارت، ویزا میشید، میایید بیرون. آقای دهقانی کار سبز اپلای اینجا تمومه؟ نه، هنوز ادامه داره. شما ویزاتون رو میگیرید، پروازتون میگیرید، ما تو فرودگاه مقصد میایم دنبالت، خونه تو اوکی میکنیم، از قبل اونجا حساب بانکی برات باز میکنیم، بیمه تو میگیریم، حتی کارت حمل و نقل عمومی، پول الکی اوبر ندی، پول هتل ندی، برای چند هزار یورو سیو میکنی. آقای دهقانی من میخوام پول انتقال بدم، چیکار کنم؟ صرافا 10% کارمزد میگیرن. بیاید اینجا، ما حواسمون هست به بچهای خودمون، با کمتر از 2-3% کارمزد بسته به کشور کارتون در کمتر از 24 ساعت راه میندازید. آقای دهقانی من زبان بلدم ولی آزمون آیلتس رو بلد نیستم. اونشم با من 10 جلسه رایگان آشنایی با آزمون و یاد گرفتن ساختار آزمون آیلتس یا تافل روی تمامی قراردادهای سبز اپلای هست. آقای دهقانی همه اینا به کنار، اومدیم و نتیجه نداد، اصلا ویزا نشدم، اون وقت چی؟ سوال خیلی مهمیه. در قرارداد شما با توجه به پرونده شما مکتوب شده که 50% مبلغ یا 100% مبلغ به حساب شما بازگشت خواهد داده شد. بدون هیچ اما و اگری به قراردادتون رجوع کنید و با توجه به نسخه‌ای که میبندید به شما ریفاند خواهیم داشت. سبز اپلایی عزیز،
ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودی. امیدوارم تمام نقاط مبهم و گنگت رو حل کرده باشم و بهت یه توضیح واضحی داده باشم که از امروز تا رسیدن به مقصد رویاییت چی در انتظارته. ولی اگه با این حال بازم سوالی داری، اگر جایی بازم برات گنگه، با پشتیبان‌های سبز اپلای در تماس باش. اونها در کمتر از 24 ساعت به شما یک جواب واضح و کامل میدن. امیدوارم خیلی زود تو رو در کشور مقصدت ببینم. به امید اون روز.